این چه قیافه‌ایه؟ استاد دیدیم همه شما به دخترها اهمیت میدین، گفتیم ما هم شبیه اونا بشیم. ببین درسته حولم ولی خر که نیستم که. استاد هر کاری دخترها میکنن ما هم میکنیم، به ما هم نمره بده. هر کاری؟ استاد جون استاد دانشجو جدید؟ عاشقتونم. راست میگن هرچی صدا بهتر باشه فیض ضعیفتره ها. عاشقم نباش. آخه استاد دختره چی کار میکنن که ما نمیتونیم؟ دخترها کاری نمیکنن، همین که دخترن کافیه. بچه‌ها بیاین به شما یه 20 بدم تا اینا بیشتر بسوزن. استاد یه ذره نمره بدید دیگه، یه شوسه دیگه کلی زحمت کشیدم. تو چون ریش نداری یه 10 بهت میدم. استاد من هفته پیش نبودم، میشه 2 تا 20 بهم بدی؟ چون من 3 تا 20 بهت میدم که اگه هفته بعدم نخواستی بیا خیالت راحت باشه. استاد شما خیلی خوبی. ما اگه شما رو نداشتیم چی کار میکردیم؟ جدی میگی؟ مگه استادای دیگه حول نیستن؟ هستن استادای دیگه ولی مثل شما نیستن استاد. آخه استاد شما هم مهربونی، هم خوشتیپی، هم جذابی، هم جنتلمنی. بسته دیگه زیاد تعریف نکنید. من همینجوری میبینمتون یه جون به جونام اضافه میشه. قلبم گنجایش نداره. استاد بخور خوب شی. نه آب. برو اومد بابا، تو اینجا چی کار میکنی؟ پسر رو برید اون میبینم تو گیر میزنم. برید دختر رو بیار. برو اون بابا برم. استاد تو اینجا چی کار میکنی؟ استاد خودتو گفتی دختره بمونن خب. دختر رو به جز شما برو. استاد خوبی؟ عمره هم حلالتون. عمره هم حلالتون. برای همین مرده بودم.